هلو گایز، خوش اومدید به یه ویدیوی خفن و درفتی دیگه. رفقا خیلی دوستتون دارم و مرسی از لایک ها و سابسکرایبری که سری ویدیوی درفت قبلی که عکسش اینجا میاد اومد. واقعا سر موجوداتش پاره شدم و اسپویل نمیکنم ببینید. ولی این دفعه اومدیم با یه بازی دیگه، درفت در تیکن، همونطور که از روی تامبنیل فهمیدید. و پشمام، تیکن 7 یکی از پرکارکترترین بازی‌های فایتینگ جهانه و چی به همت چی هستیم، باید پاشیم برقصیم. گو 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 لیتس گو. مات چشماتم ببین تو روبروی من. رفقا این لیست 10 تا سابسکرایبر جدید ماست، حتما سابسکرایب کنین تا توی ویدیوهای بعدی هم نشونتون بدیم. به به بازی شروع شد. تیکن 7 بریم برای بازیش. درفت و اونایی که با درفت آشنا نیستن تا من این ویدیو رو ببینم، ولی یه خلاصه بهتون بگم، شانسی انتخاب میکنیم باز کنه کسایی که قراره باشون فایت بدیم. اولم رایت و اگه بتونیم از 3 تا 2 تاشو ببریم مجازات نمیشیم و شما باید حتما سابسکرایب بکنید. ولی اگه نتونیم ببریم بعد بریم 50 تا دراز نشست بریم، مثل ویدیوی قبلی که مجازاتش فرق داشت. اگه نتونیم دراز نشست بریم هر 20 تا استراحت دیگه، خودش مجازات 2 تاست. خیلی خوب، بریم برای یا پاول فینیکس آرمر کینگ. Oh my goodness, I can't believe it. Okay. رفقا حالا تا داری بازی میاد حتما لایک و سابسکرایب ویدیو بزنید و چنل اینستا رو انداختیم، حتما برید اونجا هم به ما انرژی بدید. نظرتون هم بنویسید، به نظرتون تو آپارات استریم بذارم؟ استریم میاید؟ خب بازی شد. به به چه بازیه، چقدر به آرمر کینگ. بچه‌ها من راستی آخر فکر نکنید نوبم، البته که هستم، ولی خب توی تیکن من بعضی از کاراکترها خیلی باشون خفنم. یه سمار دکمه دسته ماونت چشماتم ببین چه بهش کردم. یکی رو بردم، بعد سابسکرایب بعدی بودم ببرم. پشمام چقدر خوب. و جوایزش یه اسکین چه تا بدید. پشمام بعد تونستیم مچ اولو ببریم، چقدر عجیب. و اگه تو موتوکوماد یادتون باشه خیلی سخت تر بود. وقتی که من آرمر کینگ هم یه زمانی خیلی دوستش داشتم، ولی خب به قولی داداشش اومد جاشو تو قلبم گرفت و کینگ اصلی اگه بیاد جردون میدم، یعنی جرشون میدم. این دفعه لفت. let's go پاندا. نه خیلی گوگلیه دیسش دارم. بریم ببریم بر چه کار کنیم. مرچی جانم هنوز سابسکرایب میخوای؟ خب سابسکرایب کن دیگه. یه سابسکرایب میخوای به چنل بکنی؟ اینی که چنل اینستام تو دیسکریپشن، حتما برو سابسکرایب کن. خب شروع شد. خدا چه پایی داره. چه میکنه؟ خیلی کار باید سخته. دستا قوی داره ولی بلند شو. آها بزن تو رو خدا. باری کلا والیبال یه اسپک. چقدر قشنگ. یه بار دیگه.
اوه خوردمت. اوه کمرم شکست. پرفکت برو، پرفکت. مچم رو هارده ها. الان میام نشونه میدم. حتما باید سابسکرایب بکنید. نذاشتم یارو جیم بخوره. مچ رو هارده بچه ها. و آخریش اینم اگه ببرم میشه تریبل هتریک میکنم و پشمام میریزه، چون 2 از 3 من بردم در واقع، ولی خب این هم دوستم برم. باید کمبو رو بلد بشیم. رفت بگیرد ما. و آخری خیلی پاشتنازه. چه میکنه یارو آگینی؟ عجیب غریب جا خالی میدن تو ربر هات. همچه کار خاصی هم نکردم ولی خب دوست داشتم. رفقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. خیلی به انرژی میدید، خیلی خفنید. حتما این اینستا جوین شید، آپارات هم جوین شید، استریم قراره اونجا بذاریم. اینجا هم که جوین هستید لطفا سابسکرایب بکنید. خیلی انرژی میدید و بزرگترین حمایتی که من بکنید حتی از مالی هم اونورتر، چون واقعا یه آرزوی دید بر بنده برآورده میکنید. فقط درود بر شرفتون و تا یه ویدیوی دیگه. بای بای بای، گود بای.